وقتی که بنده مسلمان در روز قیامت الله تعالی اجازه میدهد که 70,000 اگر خطا نکنم 70,000 بنده به جنت به سوال و پرسش در آمده می شود و هر یک 70,000 دیگر باز 70,000 دیگری میگیرند. همین رو کدام شخصیت کدام بنده کدام صفت ها یعنی که بنده ها میتوانند به این چی گروه داخل شوند میخواستم فهمم. ما این شرح دادگی هستیم اون 70,000 نفر شخصیت هایی که به جنت به حساب کتاب می دارایند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در بین امت های من شخصیت هایی هست که 70,000 نفر به حساب کتاب به جنت می دارند. به حساب کتاب به میخیل که مثلا بعضی آدم های الله تعالی روز قیامت با هر یک بنده در تنهایی گپ میزند. لیس بینه و بین الله ترجمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بین بنده و بین الله تعالی ترجمان نیست. بی پرده با الله تعالی گپ میزند هر یک آدم. الله تعالی میگه که فلان روز فلان گناه را کردی ای بندم. فلان روز فلان گناه را کردی. بنده به اعتراف دیگه هیچ علاجش نیست، فقط ها کردم گفته میسه، دیگه هیچ کار کردن نمیتونه چون کرده است. الله تعالی تهمت نمیکنه و بنده هم در خاطر میبیارد همه گناهاش اون روز. اگر هم خیال کند این حساب کتاب لکه هست آدمایی که الله تعالی فقط میگوید که تو فلان روز فلان گناه کردی، فلان روز فلان گناه کردی، فلان روز فلان گناه کردی. هم خیال کردی؟ بنده میگوید که بله کردم. الله تعالی میگوید که من از مردم پنهان کردم، مردم بیخبر از اون گناه ها، بله پنهان کرده. میگوید که امروز هم پنهان میکنم، رو به جنت درو. این الکه حساب کتاب شد. اون آدمایی که حساب کتاب نمیشد راست به جنت میره. الله تعالی نمیپرسد چیکار کردی چی موندی، نمیپرسد. اونا 70,000 نفر. اینا کیها هستند؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانهشان در آمدن، صحابه ها هر کی هر چی گفت، اینا فلانی باشن، اینا فلانی باشن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آمده گفتن که هم الذین لا یسترقون. اونها شخصیت های هستند که طلب رقیه نمیکنن. یعنی داملای امانه دعا خوانید یا امانه رقیه خوانید نمیگن. رقیه خواندن یا رقیه طلب کردن جایز است. رقیه خواندن جایز است، رقیه طلب کردن هم جایز است. لیکن رقیه طلب نکردن این خیلی فضیلتی هست که به جنت به حساب و کتاب میدارد. البته این 4 شرط همش باشد، اگرده سیتی دیگهش نباشد یا یکتش نباشد نمیشه. همین 4 صفت باشد. یکتش رقیه طلب نمیگه. از زنگ آمد سیاه پوست بود، گفت که یا رسول الله من بیهوش میشم و میافتم، پس عورتام کشاده میشد. در بازار در کوچه ها زنک پریپتکه هست کو بیهوش میشد، میافتد و عورتاش کشاده میشد. دعا کنید که الله تعالی برای من اسرعو، اصلی اسرعو یعنی من شیطان منو بیهوش کرده میافتاند به زمین. اسرعو فعلی اسرعو بیهوش کرده میشوم، مجهول مضارع یعنی من بیهوش کرده میشوم. از طرفی که از طرفی شیطان و به زمین میافتم، بعد عورتام کشوده میشه. دعا کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم که این شئتی صبرتی ولک الجنه و این شئتی دعوت الله فیشفیکی او کما قال علیه الصلاة والسلام. خواهی دعا میکنم الله شفا میدهد. دو وریانت. خواهی دعا میکنم الله شفا میدهد، خواهی صبر کن مکافاتت بهشت است. ببینی از این سیاه پوست است، گفت که اصبروا یا رسول الله، صبر میکنم یا رسول الله. لیکن فقط دعا کنید که ما افتم عورتام کشوده نشود. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن که عورتاش کشوده نشود. یعنی همین رقیه، طلب رقیه نکردن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بیمار شدن، حضرت جبریل فرامده پیامبر صلی الله علیه و سلم رو رقیه کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار نکردن چون که پیامبر طلب کردگیشون نه. بنابراین کسی مثلا
حافظ قرآن است، داملا هست، عالم هست، طالب علم است و نزدیک بیمار در آمدید، پدرتون از فرزندتون، همسایتون کسی نباشه، از خودتون دانسته چی خوانید، سوره فاتحه، فلق، ناس، آیت الکرسی قرائت کنید، رقیه خوانید، شف کنید، صف کنید. قرآن شفا هست. مجبور نکنید که به بیچاره طلب کند. و شخص مسلمان یعنی باید اراده مستحکم داشته باشد که یاری را فقط از الله تعالی میپرسد. حتی اگر بیمار شوم از یک قاری یا از یک کس بیا من رقیه خوان نگویید. فقط خودتان خوانید یا سوره فاتحه را خوانید، صرف کنید به مالت، به همه جاتون، به جایی که درد میکنه. با آدم محتاج نشوید. یعنی این تعلیماتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فقط به الله تعالی حاجت پیدا کنید. یکمش آدمایی که رقیه طلب نمیکنن. رقیه خواندن اجازت است. طلب کردن هم اجازت تو، لیکن طلب نکردن فضیلت دارد. فضیلتش میگه به حساب کتاب به جنت میدرایید. هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون. آنها کی نمیکنن. کی مثلا یک آهن نوگش تیزه در آتش میتسفاندن، سرخ میشد و همونت به جای بیمار زیر میکنن. این بیشتر مثلا در زمانهای قدیم بود. حالا تیپ ترقی کرد. الحمدلله برای این حاجت نیست دیگر بدیل ها برآمد. این یه نوعی عذاب هست. وقتی که به پوست آتش را زیر میکنیم پوست میسوزد. پیشتر حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم سعد بن معاذ را با همین نوعی تبابت 2 بار کی کردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سعد در دستش در جنگ احزاب جراحت برداشته بود 2 مرتبه با دست خودشون کی کردند. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم از کی من کردن، چقدر خودشون کی کردن، میگن که وای کی که من کردن با مقصدی شفا طلب کردن از الله تعالی باشد من از گفتم. اما اینجا با مقصدی شفا طلب کردن نه، با مقصدی پیشی ریختن خون را گرفتن. و هر حال 2 مرتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم جراحت سعد را با کی یعنی آهن را در آتش تصفانیده زیر کردن تا اینکه خون جاری نشود. خب همین نکند به حساب کتاب به جنت می‌دراید گفتم. و نکردن این نوعی تبابت خوب است، لیکن در این شفا هست. این تبابت طبی هست، از نگاه شریعت هم در این شفا هست، از نگاه علمی طب هم. حضرت عمران ابن حسین به واصل داشتن بسیار اذیت میداد و تبابتش کی بود در همون وقتا. خودش جای نازک است، با اونجا کی زیر کردن یک عذاب. مقصد بیچاره صبر میکردین به همین عذاب، به همین درد صبر میکردین. هر روز یک فرشته فرامده زیارت میکرد است حضرت عمران ابن حسین را. این در کرامات اولیاء است. و نؤمنو بکرامات الاولیاء. امام طحاوی عقیده امام اعظم و شاگردانشان قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن را رحمت الله علیهم را نقل کرده گفتند که ما اعتقاد اهل سنت و الجماعت، اعتقاد حنفی ها و غیر حنفی های نسکی، ما به کرامات اولیاء ایمان میبریم. الله تعالی اولیاء خود را، دوستان خودش را گاه اکرام میکنه با همین خیلی چیزای غیر عادی. از جمله عمران ابن حسین وقتی که بیماری داشتن عذاب میکشیدند و با کی تبابت نکرده صبر میکردن، یک فرشته فرامده هر روز زیارت کرده میرفت است. فرشته از آسمان فرامده عمران ابن حسین را زیارت کرده میرفت است به آسمان. تصور کنید که یک پاشا شما هر روز آمده دستاتون رو بوسه کرده زیارت کرده. مثلا اون فرشته از آسمان فرامده زیارت کرده میرفت است. بعد وقتی که عذاب زور شد و دیگه طاقت نکردن کی کردن. وقتی که تبابت کی را استفاده کردن دیگه فرشته نآمده است. بعد 2 سال 3 سال با گشته بیماریشون اوج گرفته است. با بیماری خروج کرده است. بعد دیگر تا آخری عمرم میگن دیگه کی نکردن، با فرشته فرامده زیارت میکرد. و اولیاها
خیلی که من اولیای الله هستم این میشد و این میشد تو خودش نمیگود. اولیا پنهان میکند کراماتشه، لیکن در آخر حیاتشون به یک نفر گفتیم همچون منبابی بزرگی دین رو برای فهماندن. و اما بنعمت ربک فحدث، الله تعالی میگه که نعمت های پروردگارت را سخن کن باقی ندارد. یعنی گاه ها منبابی خود تعریفی نیو میگوید که من فلان فلان کارها رو کردم یا از الله تعالی فلان فلان چیزا رو پرسیدم، الله تعالی برای من وفا کرد. یعنی من ضرر ندیدم، طبق شریعت عمل کردم، برکه یافتم. گفته مثلا میگوید گاه ها نیکی های الله تعالی رو به یگان نزدیکانتون میگوید، اون احترامی که الله تعالی شما رو کرد در طول حیاتون دیگران نمیدانست، گاه ها به یک آدم میگوید که درس شود و همین نزدیکی من، همین فرزندی من، همین شاگردی منم در همین دین استوار ماند. گفته میگوید نه از برای خود تعریفی ما اولیای الله هستیم، ما این هستیم. و هیچگاه اولیای الله تعالی خودش تعریف نمیکند. لیکن این حضرت عمران برای همین یک آدمی نزدیکشان گفته، برای همین این گپ امروز به ما رسیده اومد و الا همراهشان به قبر میرفت. وقتی که کی نکردن ببینید حتی در دنیا فرشته فرامده زیارت میکرد. کی من مثال ببینید اما در طب قدیم هست، یعنی کارد، شمشیر، آهن، همین چیزای در من مثال دیروز ما هم شاهد بودیم، گاو و اقل حیوانات به همین چیز تبابت میکردن، در آتش میتصفونن آهن زیر میکنن به جای همون بیمار، به جایی که مثلا به پوستش چیزی برآمده است همین شفا میآورد. همین نکنید تا گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله. اگر چی شفا هست در رقیه هم شفا هست، در کی هم شفا هست، هر دوشم کردنش جایز است، لیکن نکردن بهتر است. اما سوم و چهارمش این خیلی نه. سومش ولا یتطیرون، اونها تطیر نمیکنند. تطیر تشاؤم، گمونی بد. از پیشم گربه گذشت، امروز کار راه نمیگردد، امروز کارا اومد نمیکند. گفت این شرک است. الطیرة شرک، تیره شرک است. گربه از پیش گذشت کار راه نمیره. یا زنک، یکمین آدمی که کوچه برآمده اگر بینی که زنک است کار راه نمیرد، گفتگی گمونای بد بود است در بین مردم. این شرک است. بلای می آوردگی ذات این الله هست. شما وقتی فکر میکنید که من اولین آدمی که دیدم زنک است، امروز کارم ریواج کارم برار نمیدید، گویید شما ناآمدی کار از همین یک زنک یا از همین گربه دیدید یا از سویتفور سرخ. یک آدم میگوید که من همین سحر که میبرم یکمین سویتفور اگر سبز باشد همین روز کار راه میرد میگوید، اگر سرخ باشد کار راه نمیرد میگوید. انا می خیل گمانی بد کنید این شرک است. یعنی سببی که الله تعالی سبب نکرده است و شما سبب قرار دادید، از همین جهت شما به الله تعالی شرک آوردید، شریک آوردید. چون که مسبب الاسباب الله است، سبب ها را سبب کننده الله است. هیچگاه از نگاه شریعت و از نگاه عقل نآمد است در یگان جا که سویتفور سرخ یکمین سویتفور برایتون سویتفور چراغک کن، من فهمو شود گفتم یکمین چراغک که سرخ باشد همین روز کارتون برار نمیده. پیشتر مردم چه میکردن؟ تطیر از کلمه طیرون گرفته شده، پرنده. یا پرنده میگرفتن میگفتن که از این پرنده میپرونم، اگر طرفی راست پرد سفر به عمره میکنم، اگر طرفی چپ پرد سفر به اروپا میکنم. گفتم میپرونم مثلا. یا سفر اگر به راست پرد سفر میکنم، به چپ پرد سفر نمیکنم. چون که اگر به چپ پرد پرنده، این دلالت میکنه که این سفری من سفری ناخوش است. از همین خلاصه براری میکردن. این پرنده وای میپرونید وای کجا خواهد پریدن میگرد و یگون تقدیر حل کننده و سرنوشت شما در دست پرنده نیست. این گمان این شرک است. اون دوتا بالانگیش از این دوتا پاییننگی فرق میکنه، برای اینو شرک است. این گناه کلان است. چهارمینش و علی ربهم یتوکلون، و پروردگارشان توکل میکنن، تکیه میکنن. به غیر الله تعالی توکل نه. تقه پقه به یگان کس توکل نه. تقه تا میمورد، تقه تا تلفن نمیبادرد که کار علاکه از کار میگذارد. برای همین تکیهگاهی بنده همیشه باید الله باشد.
در جلب فایده و دفع ضرر اعتماد به الله تعالی با همراهی گرفتن سبب این توکل است. یک آدم اومده گفت که یا رسول الله مسجد آمدم و می شطور من بسته درایم یا توکل به الله تعالی کنم؟ گفتن که اول قید ثم توکل، شطورت را بند و بعد توکل کن. گفتم یعنی در این ماشین محکم کرده می‌دارید مسجدو، بعد ماشین به الله تعالی سپاریده می‌دارید، اعتماد به الله تعالی میکنید. مثال یا در جلب عمومی فایده ها، خواه بیماری، خواه قرض، خواه مشکلی، در تمام مصیبت ها یا مشکلی ها یا در تمام کارهایتان در جلب فایده و در دفع ضرر به الله تعالی تکیه میکنید با همراهی گرفتن سبب میگیرید، سببی درست میگیرید و به الله تعالی اعتماد میکنید، به سبب نه. سبب مثلا یک کار یافتید، 4 ساعت 5 ساعت کار میکنید، کار هست، شما سبب رزق گرفتید، تمام، باقی موندهش به الله تعالی تکیه کنید. الله تعالی و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به الله تعالی توکل کند الله تعالی برای این بنده بسنده هست. خب همین 4 صفت در کدام آدم باشد و آدم به جنت به حساب و کتاب می‌داره. یعنی البته این 4 خصلت خودش نه، مثلا 4 خصلت باشد و نماز نخواند، خیلی نه. یعنی برای مؤمنی که همین 4 خصلت دارد، رقیه طلب نمی کند، با کی تبابت نمی کند، تشاؤم نمی کند، گمانی بد نمی کند. گمانی بد همی که همین روز همین کرتی سیاه پوشم هیچ کار آمد نکرد، دیگر همین کرتی سیاه نمی پوشم، گفت این گمانی بد کرد، از کرته دانست اونا آمدی کاره یا آمدی بلای از یگان چیزی دیگه دانست، این نادرسته. یا روزی شنبه کار آمد نکرد، یعنی روزی شنبه به گمانی بد کرد، این شرک است، این گناهکار است. این آدم احتمال است از دین میبراید. و علی ربهم یتوکلون، به الله تعالی همین 4 صفت اگر در کسی باشد همین آدم جنت به حساب کتاب میدراید.